7 سوال در 7 ایستگاه پل صراط. بنابر نقل اکثر مفسران، صراط پلی است که بر روی آتش جهنم به امر خداوند متعال کشیده شده و به نیکوکاران و بدکاران امر می شود که از آن عبور نمایند و به تردید یکی از سخت‌ترین حالات قیامت گذشتن از پل صراط می باشد. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای کابل وان خوش آمدید. برای دانستن از این موضوع کانال ما را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما نیز آگاه شوید و برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. این پل که به امر خداوند ظاهر می گردد بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام 3000 سال راه است که 1000 سال آن سربالایی، 1000 سال سرازیری و 1000 سال مسیر صاف و همواری می باشد. و در روایات دیگری از این امام در باب کیفیت گذشتن از روی پل آمده است که اشخاصی که در دنیا ایمان به اصول دین و فروع آن نداشتند و یا ایمانشان ضعیف بوده است، پاهایشان در آنجا خواهد لغزید، ولی آنان که در دنیا ایمان قوی داشتند و وظایف شرعی و الهی را به نحو احسن انجام دادند، با آسانی از آن عبور می‌کنند، به نحوی که بعضی از مردم مثل برق با سرعت تمام از آن می‌گذرد و بعضی مانند اسب دونده از آن عبور می‌کنند و برخی دیگر به مانند انسان‌های عادی با پای پیاده از روی آن عبور می‌کنند و بعضی بر روی دست‌ها و زانوها و روی شکم مثل بچه کودکی که هنوز راه رفتن را یاد نگرفته است از روی صراط عبور می‌کند و بعضی نیز خود را به صراط آویخته و گاهی گوشه‌های آتش با آنها اصابت می‌نماید. در این پل که بنابر روایات متعدد از مو باریکتر و از شمشیر برنده‌تر می باشد، ایستگاه‌های بازرسی متعددی وجود دارد که در هر کدام از آنها چیزی می‌پرسند و اگر کسی نتواند جواب درستی بدهد نمی‌گذارند از آنجا عبور نماید. خداوند در باب این ایستگاه‌های بازرسی در قرآن کریم می‌فرماید آنها را نگه دارید، متوقف سازید، چرا که باید مورد بازرسی و بررسی قرار بگیرند. سوره صافات آیه 24. و از همین رو از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است در روز قیامت به فرمان خداوند پل صراط کشیده می شود و آن 7 موقف یعنی ایستگاه بازرسی خواهد داشت و در هر بازرسی در مورد چیزی از افراد سوال می گردد که آن سوالها عبارتند از 1. از ولایت امام علی علیه السلام و محبت اهل بیت علیهم السلام. 2. از نماز. 3. از زکات. 4. از روزه. 5. از حج. 6. از جهاد. 7. از عدل و عدالت. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند و در هر موقفی از آنچه می‌پرسند اگر نتوانید جواب دهید از همانجا و جهنم پرتاب می‌گردید و اگر درست پاسخ دهید با سرعت زیاد از آنجا عبور می‌نمایید. و همچنین در روایات متواتری نقل شده است که هنگامی که روز قیامت برپا می‌گردد و صراط بر روی جهنم گسترانده می‌شود، هیچ کس نمی‌تواند از آن عبور کند و سوال‌های مواقف صراط پاسخ دهد مگر اینکه جوازی در دست داشته باشد که در آن ولایت امام علی علیه السلام ثبت شده باشد. بله، این بود ویدیوی امروزمان. برای ویدیوهای اینچنینی کابل وان را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را نیز فشار دهید. همچنین
برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک و شیر کنید.